آدما معمولا برای افزایش اعتماد به نفسشون به خودشون روحیه میدن و مثلا میگن من خدا نیست در جهانم، واقعا باهوشم. و یکی هم مثل ایزد میگه خنده دارترین یوتیوبر ایرانم، یه مراسم برگزار نکنم توش به خودم جایزه بدم، یه اسکارمون نشه و این کارم میکنم. بابا باریکالله. خب شاید بگید چه اشکالی داره، بچم دلش جایزه میخواد. خب آره، ولی یه جوریه حداقل یه جایزه دیگه میداد، مثل سنگین وزن‌ترین یوتیوبر ایران یا اصلا بدون حرکت کمترین یوتیوبر ایران. ولی خنده‌دارترین یوتیوبر رو حتی هوش مصنوعی هم گردن نمیگیره. آخه یه لحظه خنده‌دار واقعا معیار مشخصی نداره، برای هر کی میتونه متفاوت باشه، حتی برای عموم. مثلا برای من همین لحظه‌ای که به خودش جایزه داد خنده‌دارترین لحظه بود به نظر. سال بعد باید به همین این جایزه رو بده. ولی واقعا خیلی از این اتفاقات دور و بر آدم میفته و واکنشی هم نداره زیاد و با عبارت طلایی ولش کن بابا پاسخ میگیره. ولی همین موضوعات کوچیک که میتونه اطلاعات زیادی درباره اون یوتیوبرایی که 90% دارن نقش بازی میکنن بهمون بده. و اگه میخوای تا حدودی باهاشون آشنا بشی، نباید از کنارشون سری رد بشی. نظر شما چی؟